سنت عجیب مهمونی رفتن توی ایتالیا پشمات میریزه. من قبل اینکه آلمان برم ایتالیا زندگی می‌کردم. تو ایتالیا که بودم دوستای ایتالیایی دعوت می‌کردم، میومدن خونه بعد آقا من اومدم مثلا 12 شب میخوابم، بعد آقا ساعت 1 2 صبح 3 صبح اینا نمیرفتن دیگه. میدم آقا نمیرفتن 3 صبح میگفتن بیارم جا بندازم با هم دیگه بخوابیم همینجا. بعد حالا که دو تاشون میرفتن گام پیش من، حالا که دو تاشون هم میموندن شب میخوابیدن. یه بار یکی از دوستای ایتالیایی منو دعوت کردش، رفتم خونش دیگه 11 شب بود، من خداحافظی کردم بلند شدم رفتم. بعد اون دیگه من هیچ وقت دعوت نکردش مهمونی. بعد یه خوردم رفتارش من عوض شدش. بعد یه بار بهش گفتم که فلانی تو چرا دیگه با من زیاد مثلا گرم نمیگی؟ ولی راستش بخوای تو که اومدی مهمونی خونه من بلند شدی 11 شب رفتی، ما دیگه اس کردیم خوشت نمیاد از ما، بعد دیگه ما هم نخواستیم اذیتت بکنیم بهت بگیم. بعد گفتم یعنی چی، مگه نباید میرفتم؟ گفت نه من که نگفته بودم بری، تو خوشودی رفتی. بعد فهمیدم که آقا ایتالیایی که مهمونی میرن بعد صابخونه بهت بگه که برو تو بری، تا صابخونه بهت نگه تو نباید بری. و به خاطر اون بوده که اونا نمیرفتن، منتظر بودن که من میگم پاشین بریم خونه هاتون. فقط قبل اینکه بری اینو حتما برس برای دوستای ایتالیایی که یه وقت رفتن ایتالیا از این سوتیه ندادن. لایک هم یادت نره.